و در حالی که مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی ایران همچنان ادامه دارد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشرفت‌های واقعی برای به دست آوردن توافق فراگیری هسته‌ای حاصل شده است. اما گفت جان کری ما اینجا نآمدیم که فقط مذاکرات کنیم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته است متن توافق آماده است و فقط مسئله قبول یا رد آن مانده است. گفته می شود در صورت حاصل شدن توافق میان قدرت‌های جهانی و ایران، این کشور امکان بیشتری همکاری و یا توسعه نفوذ در آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان را پیدا می کند. صحبت امروزه برنامه در این باره است با همکارم از رادیوی فردا فرین آسیمی. فرین، حالا ایران کشور ناظر سازمان همکاری‌های شنغهای است و تاجیکستان نیز خواسته است ایران به حیث عضو کامل حقوق این سازمان پذیرفته شود. سبب‌های میل ایران برای پیوستن به این سازمان و سبب‌های جستجوی همکاری‌های نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی چی هست؟ از جمع کشورهای منطقه آسیای مرکزی روابط ایران با ارمنستان، ترکمنستان و تاجیکستان بسیار خوبه. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که با پیشنهاد روسیه و همچنین کمک تاجیکستان، ایران در جلسه سال جاری میلادی سران کشورهای عضو شانگهای در روسیه از عضو ناظر به عضو رسمی تبدیل خواهد شد. از اونجایی که پیش بینی میشه که سفیر تاجیکستان در چین به عنوان دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای انتخاب بشه، به خاطر روابط خوب تاجیکستان با ایران این مسئله به نفع ایران خواهد بود. ایران امیدواره که با عضویت در پیمان شانگهای نفوذش رو در آسیای میانه افزایش بده و حتی بیشتر از دیگر کشورهای خاورمیانه در آسیای میانه نقش پیدا بکنه. با توجه به تنش و درگیری‌هایی که ایران و غرب سالها بر سر برنامه هسته‌ای ایران داشتن و هنوز هم مشغول مذاکره در این باره هستن و همچنین با توجه به تاریخچه تنشی که بین ایران و بعضی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی وجود داره، میتونیم حدس بزنیم که نفوذ ایران در آسیای میانه موجب تقویت ایران و پیدا کردن دوست‌ها و شریک‌های جدید میشه براش. و فرین، آیا این امکان وجود دارد که در صورتی از بین بردن تحریمات اقتصادی ایران تجارت و همکاری‌های اقتصادیش را با کشورهای منطقه افزایش بدهد و مثلا در تاجیکستان نیروگاهی نوی برقی بسازد؟ در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و نفوذ ایران در بین کشورهای آسیای میانه، این کشور مورد استقبال قرار میگیره و کمک میکنه که وضعیت اقتصادی و مشکلات انرژی و همچنین حمل و نقل در کشورهای آسیای میانه هم بهبود پیدا بکنه. موقعیت محکم ایران در آسیای میانه باعث میشه که ایران از انزوا در بیاد و وجهه بین‌المللیش هم بهبود پیدا بکنه. بنابراین برای ایران هم خوب خواهد بود و همونطور که میدونیم ایران این وجهه رو در خاورمیانه نداره. طبیعتاً با برداشته شدن تحریم‌ها ایران میتونه روابط اقتصادی رو با کشورهای خاورمیانه تقویت بکنه و در زمینه اقتصادی کارشناسا بر این باور هستن که ایران و کشورهای آسیای میانه منافع مشترکی دارن و خب تاجیکستان نقش مهمی میتونه در بهبود روابط بین ایران و کشورهای دیگه آسیای میانه بازی بکنه. و از بس که ایران جمهوری اسلامی است، این نگرانی ها وجود داشتند که بعد از لغو تحریمات دستان ایران بازتر می شود و این کشور سعی خواهد کرد اسلامی سیاسی را در منطقه در آسیای مرکزی گسترش بدهد. خب بعضی از تحلیلگران معتقدند که با افزایش نفوذ ایران در آسیای میانه، اسلام سیاسی هم در این منطقه نفوذ پیدا میکنه. خب این مسئله نگرانی بعضی از کشورهای آسیای میانه رو هم برانگیخته. برای مثال این نگرانی وجود داره که ایران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو بهش پول داده، ولی خب تهران همیشه به طور مستقیم نقش داشتن در درگیری‌های مسلحانه در تاجیکستان رو تکذیب کرده. البته این مسئله که خب ایران میزبان دانشجویانی هست از کشورهای آسیای میانه باعث شده که این نگرانی به وجود بیاد که ممکنه که شیعه و اسلام شیعی در این کشورها در کشورهای آسیای میانه افزایش پیدا بکنه. تشکر. همکارم فرین آسیمی از رادیوی فردا با ما صحبت می‌کرد.